خب دستگاه رو که روشن می‌فرمایید، در وهله اول 3 تا چراغ اینجا می‌بینیم. یک بار دیگه چراغ شیر آب وقتی که روشن بشه به معنای این هست که آب دستگاه قطع شده، باید فوراً دستگاه رو خاموش بکنید و بررسی بکنید که چرا این اتفاق افتاده. چراغ نمک رو داریم و چراغ مایع جلادهنده. روشن بودن این چراغ‌ها به منزله این هستش که دستگاه این مواد رو کم داره و باید بهش اضافه بکنید. خب بریم سراغ این که از کجا باید این مواد اضافه بشه. این قسمت یه محفظه داریم که علامت مایع جلادهنده رو مجددا اینجا می‌بینید. این در رو باز می‌کنید. از این 2 تا سوراخ بزرگ مایع جلادهنده رو اضافه می‌کنید تا جایی که این مخزن پر بشه و این در رو می‌بندید. اینجا محل قرار دادن قرص، پودر یا ژل شما هستش. اینجا می‌ریزید، این در رو می‌بندید. برای قرص هر بار شستشو 1 دونه، برای پودر یا ژل هم اینجا پیمونه داره که می‌تونید با توجه به اون مقداری که توی دفترچه راهنما توضیح داده شده اینجا پودر یا ژل بریزید. این قسمت برای اضافه کردن نمک دستگاه هستش. علامت نمک رو اینجا می‌بینید. توی اون محفظه با استفاده از این قیف بار اول حدود 700 گرم باید نمک بریزید. حدود 3 استکان میشه تقریبا. دفعه‌های بعدی هر زمان مجددا چراغ دستگاه روشن شد 1 استکان بهش نمک اضافه می‌کنید. حدود 200 گرم بهش نمک اضافه می‌کنید دفعه‌های بعدی. نکته‌ای که هستش ممکنه بلافاصله بعد از اضافه کردن نمک چراغ خاموش نشه. طبیعیه تا 2-3 بار که شستشو انجام بشه اون چراغ خود به خود اون نمک توی آب حل میشه و چراغ خاموش میشه. راجع به چینش ظروفتون با عکس توی دفترچه‌تون بسته به مدل‌های مختلف کامل توضیح داده شده. فقط چند تا نکته مهم و ضروری رو بهتون بگم. نکته اول، این توری رو هر بار شستشو باید باز بکنید، با مسواک نرم تمیزش بکنید و مجددا ببندید سر جاش. نکته دوم، ظروفتون رو مثل آبچکون برعکس بذارید داخل این سبدها که آب تویشون جمع نشه و آب داخل ظروفتون تخلیه بشه. نکته سوم، این پروانه‌ای که اینجا میچینید بعد از چینش ظروفتون دقت بکنید که ظرفش گیر نکنه، یعنی یه بار با دست بچرخونید که راحت بچرخه. اگر که دیسی چیزی چیده بودید که ممکن بود به این گیر بکنه، اینجا 2 تا زامن براتون گذاشتم. این 2 تا زامن رو بگیرید، این سبد به صورت آسانسوری میاد بالا و مجددا بگیرید برمیگرده پایین. سبد بالایی هم که برای قاشق شنگال هاتون هستش که اگر نیاز نداشتید یکیشو میتونید به این صورت حذف بکنید. برای چیدن ملاقه ها میتونید اینو گوتر بکنید کفگیر ملاقه هاتون و مجددا برمیگرده. تا بقیه موارد توی دفترچه‌تون کامل توضیح داده شده. بریم سراغ برنامه‌های دستگاهتون. خب دستگاه رو که روشن میکنیم 3 تا چراغ رو خدمتتون توضیح دادم. شما 9 تا برنامه روی این دستگاه دارید. روی دستگاه مدل های دیگه مدل 6 برنامه رو داریم و مدل 8 برنامه که حالا توضیحات اونها هم برای شما قرار داده خواهد شد. این مدل 9015 هستش که 9 برنامه هستش. برنامه اولتون اتوماتیکه، 2 ساعت و نیم زمان میبره. خودش با توجه به میزان چربی و کثیفی ظروف برنامه شستشو و دمای آب رو اتوماتیک براتون تنظیم میکنه. برای مثال شما نگاه کنید توی برنامه‌های دیگه دمای آب نوشته شده اما توی اتو هیچ دمای آبی نوشته نشده. به معنای این هستش که با توجه به کثیفی ظروف حین شستشو دمای آب رو تنظیم میکنه. هایجن 72 درجه رو داریم. شستشو با دمای 72 درجه توی این برنامه انجام خواهد شد، یعنی آب رو تا دمای 70 درجه بالا میبره. یه شستشوی سنگین با دمای آب خیلی بالا برای ظروف خیلی چرب، خیلی کثیف، ظروفی که غذا بهشون چسبیده شده، آشپزی باشون انجام شده. دقت بفرمایید توی این حالت به واسطه دمای زیاد آب ممکنه به ظروف حساس مثل ظروف اورجینال برچسبدار، ظروف لابدار، تفلون، چوبی، پلاستیکی، به این ظروف حساس ممکنه آسیب وارد بشه. دقت کنید هر ظروفی توی این برنامه نمیتونید قرار بدید. حالت اکونومی رو داریم، حالت بهینه و کم مصرف دستگاه هستش. از نظر مصرف آب و انرژی 3 ساعت و 50 دقیقه زمان میبره. دمای آب رو تا 50 درجه سانتیگراد بالا میبره. حالت گلس رو داریم، مخصوص شستشوی ظروف کریستالی و بلوریتون. توی این حالت از جلادهنده بیشتر استفاده میکنه و باعث میشه که براقیت از اون جلای ظروف در واقع کریستالیتون بیشتر حس بشه و کمترین آسیب به این ظروف وارد بشه. 2 تا حالت 90 دقیقه و 58 دقیقه رو داریم. بهترین و استانداردترین حالت‌های دستگاه برای استفاده روزمره هستن. شما اگه حجم ظرفا زیاد بود، کثیفیش مقدار از حالت معمول بیشتر بود، 90 دقیقه، در غیر این صورت 58 دقیقه رو استفاده بکنید
براتون کفایت میکنه. در واقع این حالت مفصل هستش، این حالت مختصر روزمره. شما معمولا با همین دوتا گزینه کار دارید. گزینه‌های دیگه کم کاربردتر هستن نسبت به اینها. حالت رپید رو داریم، یه شستشوی سطحی برای ظروفی که چربی زیادی ندارن، مثل از لیوان چای، لیوان شربت یا مثلا پیش دستی میوه. 30 دقیقه زمان میبره و دمای آبش هم نهایتا تا 45 درجه سانتیگراد بالا میره. آخرین گزینه‌تون سوک یا پیری واش هستش. یه شستشو با آب خالی رو برای شما فراهم میکنه، با آب خالی سرد. توی این حالت خشک‌کن هم فعال نمیشه. دقت بکنید توی این دوتا حالت ظروف خشک نمیشن و همون حالت خیس تحویل شما میشن. توی حالت پریواش یا سوک آب داغ نمیشه، خشک‌کن فعال نمیشه، قرص و جلادهنده استفاده نمیشه، صرفا با آب و نمک، آب خالی به ظروفتون و در واقع حالا اون وسایلی که داخلش گذاشتید میده. میتونید میوه و سبزیجات هم توی این گزینه قرار بدید، براتون میشوره. گزینه سلف کلینینگ، فقط دقت بکنید اگر میوه و سبزیجات میخواید قرار بدید لای توریای ریز بپیچید که آشغالشون یه وقت توی پمپ گیر نکنه. گزینه سلف کلینینگ رو داریم. برای زمانی از این گزینه رو تعبیه کردن که خود دستگاه در واقع با استفاده از این گزینه با اون نمکی که داخلشه خودش رو یک بار شستشو بده. پیشنهاد میکنم به جای استفاده کردن از این گزینه از جرمگیرهای مایع و اورجینال استفاده بکنید و اونا رو توی دمای هایجن 72 درجه هر 6-7 ماه یک بار این کار رو انجام بدید که دستگاه جرمگیری بشه و در واقع اوورهال بشه. میریم سراغ این سه تا گزینه توربو اسپید، اکسترا دراینگ و اتو اوپن. اینا چی ان؟ نکته اولی که اصلا اینا زیر 58 دقیقه قابلیت فعال سازی ندارن. فقط از 58 دقیقه به بالا شما میتونید اینا رو فعال بکنید. برای مثال من میذارم 90 دقیقه. گزینه توربو اسپید میاد زمان شستشو رو برای شما کاهش میده. مثلا 1 ساعت و نیم تبدیل شد به 57 دقیقه. حالت سریع دستگاه هستش. اکسترا دراینگ میاد خشک‌کن دستگاه رو روی قوی ترین حالت خودش میذاره تا حد امکان ظروفتون و دستگاهتون خشکتر تحویل شما بشه. فقط توی پرانتز بهتون بگم که انتظار نداشته باشین دستگاه کاملا ظروف خشک تحویلتون بده. بعد از شستشو باید در دستگاه به مدت حداقل 1 ساعت باز بمونه، بخار شخلیه بشه، رطوبت تخلیه بشه تا ظروفتون خشک بشه، بعد میتونید ظروف رو بردارید. گزینه اتو اوپن هم برای روی این دستگاه و مدل 6152 هست، روی 8150 نیستش. برای این هستش که بعد از شستشو به صورت اتوماتیک در دستگاه یه مقداری در این حد باز میشه. گزینه دوال زوم واش رو داریم برای تنظیم نیمشور دستگاه هستش. زمانی که میخواید از نصف ظرفیت دستگاه استفاده بکنید، وقتی بزنید این چراغا خاموش روشن میشه، فقط سبد بالا شسته بشه، فقط سبد پایین شسته بشه و کل دستگاه شسته بشه. گزینه دیلی مثبت و منفی هم روی این دستگاه براتون هست برای اینکه به دستگاه زمان بندی بدید از 1 ساعت تا 24 ساعت. برای مثال بهش بگید که 24 ساعت صبر بکنه، بعدش برنامه‌ای که بهش دادید رو اجرا بکنه. نهایتا یک گزینه چایلد لاک براتون گذاشتن که با نگه داشتنش دکمه‌های دستگاهتون دیگه کار نمی‌کنه و از کار میفته. مجددا نگه دارید غیر فعال میشه. نکته آخر همین که حین شستشو اگر خواستید ظرفی اضافه بکنید یا بردارید، توصیه میکنم این کار رو انجام ندید، ولی اگر خواستید بکنید میتونید با این گزینه شروع و توقف شستشو رو متوقف کنید، در دستگاه رو باز بکنید، کاری داشتید انجام بدید، مجددا در رو میبندید و همین گزینه رو که بزنید از ادامه شستشو برای شما انجام خواهد داد. متشکرم.